طبق هدفهای استراتژی ملی رشد در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میراث بوی تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، طبیعت ناتکرار آن با کلها، حیوانات و رستنی‌های نادر، اینچنین کوههای بلند عامل مهم برای رشد ساحه سیاحی و افزایش حصه ساحه مذکور در مجموع محصولات داخلی کشور محسوب می‌یابد. تا به امروز موافق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیاد از 65 خط سیر سیاحی عمل می‌کنند که قسم بیشترین آن را نمودهای اکولوژی و کوهی و کوهنوردی تشکیل می‌دهند. زیرا پتانسیل طبیعی تاجیکستان برای راه‌اندازی چنین خط سیرها بسا موافق میباشد. از جمله دریاها، کلها، آبانبارها، چشمه‌های معدنی، دامنه‌کوه‌ها، منطقه‌های بلندکوه، پیرک‌های کوهی، شرشره‌ها، موضع‌های طبیعی و تاریخی، اقلیم مساعد، عالم نباتات و حیوانات، هستی این عنصرهای طبیعی و آنتروپولوژی گئوگرافی زمینه استواری تشکیل حدودی سیاحی گردیده سطح اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را رواج می‌دهد. یکی از موضوعهایی که بیشتر سیاحان را به خود جلب می‌کند درای رامید میباشد که با موضوعهای دیدنی، آب‌های مصفا و شیرین، نباتات و حیوانات نادر و اقلیم معتدل برای رشد ساحه سیاحی امکانات وسیع موجود است. در درای رامید به نمودهای گوناگون سیاحی از جمله اکولوژی، معالجوی، رکراسیونی، کوهی، سیر و گشتی و ورزشی مشغول شدن امکان دارد. وادی رشت یکی از منطقه‌های زیبای کشور بوده. با رود و کل‌های مصفا، عالم نادر حیوانات و نباتات، کوه‌های آسمانبوس و مردم مهمان‌نوازش همیشه مورد توجه دوستداران سیر و سیاحت قرار دارد. در این منطقه ناحیه کوهمنظر لخش با چشمه‌های شفابخش، شرشره‌های زیبا، باد و هوای تازه و دره‌های زیبا منظر و در 4 فصل برفپوش مشهور گردیده است. از بس که 95% حدود ناحیه را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، در حدود آن از سال 2010 اکسپدیسی‌های بین‌المللی کوهنوردی برای فتح قله اسماعیل سامانی گذرانده می‌شوند. از ناحیه به سوی این قله راهی مخصوص است که کوهنوردان را به پایگاه کوهنوردی میدانچه مسکوین راهنمون می‌سازد. طبیعت ناحیه هم بیشتر برای رشد سیاحی، اکولوژی و کوهی و ورزشی مساعد میباشد. امکانات رشد سیاحی در وادی حصار، خواجگی جنگل و شکاری قراتاغ، فرمه آهوپروری واقع در بازه خواجگی جنگل و شکار قراتاغ، باغ تاریخی طبیعی شیرکند با ایز دینوزاورها، سیاحت کوهی در قطارکوه‌های حصار دارای طبیعت ناتکرار در دره شیرکند میباشند. یکی از منطقه‌های جالب سیاحی تاجیکستان وادی زرافشان ولایت سوخت به حساب رفته با رودها و دریاچه‌های شوخ، کوه‌ها و منظره‌های دیدنباب به همتا در جهان شهرت بزرگ پیدا کرده است. وادی زرافشان با یادگاری‌های نادر چون سرزم باستانی و پنجکент قدیم و منظره‌های جالب کوه‌های فن و کل‌های مرغزار، علاوالدین، کوه کلان و اسکندرکل دوستداران تاریخ و فرهنگ و طبیعت را شیفته و مفتون خود کرده است. اینجا قریب 2 کیلومتر پایین‌تر از اسکندرکل از بین شاخه‌ها شرشره از بلندی قریب 40 متر جاری است که هر سیاح در آرزوی دیدن آن میباشد. همه این دارایی‌ها امکان فراهم آوردند که وادی زرافشان نه تنها در داخل بلکه بیرون از جمهوری همچون بهترین منطقه سیاحی شناخته شود. در این منطقه سیاحان خارجی بیشتر به خط‌سیرهای کوهی توجه می‌نمایند. برای این گروه‌ها در موضع‌های مشهور هفت‌کل و کوه کلان پایگاه‌های پذیرایی سیاحان با همه شرایط سازگار تشکیل شده. حالا بنیاد نقطه‌های قبول سیاحان در خط‌سیرهای کوهی با مرام ادامه دارد. در شهر پنجکент مجموعاً 21 شرکت سیاحی فعالیت دارند. در این شهر یک تشکیلات جمعیتی شورای توریسم زرافشان و دیگر شرکت‌های سیاحی با استفاده از 10 مهمانخانه، 22 خانه مهمان قبولکنی در شهر و دهات،
پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ دارای 155 جای خواب با میدانچه ورزشی برای فوتبال و والیبال، تالار برای گذراندن سمینار کنفرانس‌ها، حمام طبابتی، پایگاه سیاحی مرغزار واقع در ساحل کوه مرغزاری سلسله کوه‌های هفت کول با 30 جای خواب، میدانچه ورزشی برای والیبال، خیمه برای گذراندن سمینار کنفرانس‌ها و حوض طبابتی که دارای شرایط خوبی خدمت رسانی میباشد به سیاحان داخلی و خارجی خدمت میرسانند. یکی از منطقه‌های جالب سیاحت کوهی ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب رفته. با رودها و دریاچه‌های شوخ، کل‌ها، کوه‌ها و منظره‌های بی‌همتا در جهان شهرت بزرگ پیدا کرده است. موجودیت جایهای تاریخی و طبابتی از قبیل کولی سرریز، گرمچشمه، اوج، یمچون، جیلونده، چارچمن، بیبی فاطمه زهرا، قطارکوه‌های بلندترین در جهان و پیرک‌های پامیر برای رشد سیاحی ولایت مساعدت می‌نمایند. بهره وسیع کردن بازه مادی برای بود و باش سیاحان خارجی در برابر مهمانخانه‌های زمانوی در حدود ولایت زیاده از 50 مهمانخانه‌های خرد از قبیل هوم استی و گست هاوس تأسیس داده شده‌اند. مهمانخانه‌های خردی در زمینه منزل استقامتی شهروندان محلی تشکیل یافته به سیاحان خارجی امکان می‌دهند که در برابر استفاده جای خواب از فرهنگ و رسم و آیین ملی از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. همساله سیاحان و کوهنوردان زیاد توسط پایگاه کوهنوردی میدانچه مسکوین که میان سیاحان کوهنورد مشهور میباشد با سیاحت کوهی و کوهنوردی در قلعه‌های اسماعیل سامانی، استقلالیت، آزادی، سابق کرژنفسکی، ابوعلی ابن سینا، پیریخ‌های ونجیخ، سابق فتچنکو و خرسان مشغول شده. از کل‌های جایگیر شده در طبیعت کوه دره‌ها به مانند قراکول، سرز، یشیلکول، برونکول، چشمه‌های شفابخش جیلونده، گرمچشمه، اوج، بیبی فاطمه زهرا، مادیان، باغ ملی تاجیکستان، ممنگاه زارکول، باغ بوتانیکی پامیر دیدن می‌نمایند. سیاحان از موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت از جمله قلعه‌های قهقهه، یمچون، کران و مر، آرامگاه‌ها و آثارخانه‌ها دیدن نموده از مدنیت و عرف و عادت قدیمی مردم محلی آگاه می‌شوند. همینطور تشکیل خطسیرهای پیاده‌گردی، کوهی و کوهنوردی و اکولوژی در حالی که تمام جهان کوشش رو آوردن به حیات سالم دارند عین مدعا است. اکثر شرکت‌های سیاحی در تاجیکستان موسمی فعالیت می‌برند. این در حالی است که می‌توان این ساحه را پیوسته و در 4 فصل سال در کشور رواج بخشید. ما باید اینفراستراکچور با مجموعه خدمت‌رسانی‌ها را در منطقه‌های سیاحی مهیا سازیم تا برای قبول مهمانان آماده باشیم و هوسمندی سیاحان داخلی و خارجی را برای سیاحت در تاجیکستان بلند برداریم.